خواهر عایشه بفرمایید. نباشم استاد جان. ها شما بفرمایید. استاد جان سوال یک خواهرای میگه که وقتی که یه نفر مثلا تهمت میکنی و همون نفر میگه میمره یا همون تهمت میگه از اون داده است میگه چیکار کنم اون نفری که تهمت کرده که بزای مرده. خواهرم دیگر برای همین میگم پیامبر صلی الله علیه و سلم که تو اون روزی که دیگر بخشش پرسیدن و هدیه نیست از هم دیگر حلالی پرسید. کاش این خواهر پیش از مرگ اون کسی که تهمت کرد که تهمت گناه کبیره است، حق بنده و حق الله هست، این رو فکر میکرد. یک دویم دیگر در حقش فقط دعا کند، یگان خیر و سخاوت کرده به یعنی ارواح او یا گفتیم به او ببخشد. دیگر چی گفته میتوانیم به جز این؟ وقتی که اینقدر دیر شد به جای عذاب وجدان رو کاش در زنده بودن یک دیگر بکشیم. یعنی این یک مصیبتی هست، پس از یک نفر مردن بعداً به خاطرمون میاریم که چقدر نسبت او به انصاف بودیم، قدرش رو ندانستیم یا در حقش ظلم کردیم. اما وقت زنده است پروا هم نداریم، حتی بعضا فخر هم میکنیم که خوب کردم، جزایش بود، حقش بود. پس از مرگ بعد به فکر می افتیم. الان که دیگر کار از کار گذشته است، اولا درس باشد برای خودش و برای دیگران، دوم دیگر در حقش فقط دعا کند که خدایا به خاطر آن تهمتی که او را کردم درجه او را بالا کن و گناه مرا هم بخش. و یکم عبدو نوشتگی خواهر بفرماید. نیستن دلنازه بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. در نام اسیه پرسم که میگم معناش زنی گناهکار است، موندنش ممکن نیست. عاصیه با عین باشد، با عین عاصی در حقیقت گناه است، اما اون عاصیه با الف است، الف مددار که اون معنایش عاصیه خطا نکنم خادم الله است، چیزی دیگر نام عبرانی است، نام عربی نیست. اما اون گناهگار با عین هست. این دو عاصیه از هم فرق میکنن. عاصیه همسر فرعون با الف است و عاصیه این عین کتی هست گناهگار. آمینه بفرمایید. سلامت باشید. آمینه. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. آمینه سوال دهند. خواهر دیگر رو صحبت نکنید. آمینه فقط سوال دهند. آمینه بفرمایید. سلام علیکم استاد جان. سوال من همین بود که برای مردها لباس سرخ پوشیدن در اسلام جایز است؟ بعضی میگن جایز نیست. خواهرم برای مردها پیامبر میکروفون ها رو اهمیت دهیم. خواهرها پیامبر برای مردها رنگ زعفران که به سرخ مانند است من کردگی هستند و خطا نکنم عمار ابن یاسر بود یا یک صحابه که لباس سرخ میپوشند پیامبر سلام نمیدهند. چند سال پیش خوانده بودم. برای همین برای مردها مکروه است و در ما حدیث است که پیامبر صلی الله علیه و سلم لعنت میکنند مردی که خود را به زن مانند میکند، زنی که به خود را به مرد مانند میکند. لباس سرخ خاص زنها هست، آن هم اما در خانه پوشند بهتر. در کوچه وقتی رنگش نظر رو جلب میکند برای زنها هم درست نیست. اما برای مردها در حقیقت هر رنگی که خاص زنها هست و برای یک مرد یعنی رنگ سرخ یا زرد از حد به نور پوشیدن هیبتش رو میبرد و فقط سند حدیث در خاطرم نیست لیکن جایز نیست پوشیدنش. سعیده بفرمایید. سلام علیکم. هم بفرمایید خانم. عبدو نوشتگی بفرمایید. من میکروفونمو گشودن نتونستم. تمام فقط صداتون در یوتیوب میرود، به همین دقت دهید. تمامی صداها خواهرها سوال جواب ها در یوتیوب میرود. بفرمایید. اتحیات میخواند که اما در حال که اتحیات خواندن سجده نگاه کردن در کار یا طرفی قلب می یا طرفی چپ امینه کدامش نگاه کنیدن باب ندارد. خواهرم در وقت اتحیات خواندن مهم این که چشمای شما پریشان نباشد. اگر به طرف قلبتون نگاه کرده استید یا به سجده یا به بغل به هر دو پایتون، مهم این طرف نگاه نکنید. به کدامش نگاه کنید هم ممکن است. به یکان تاش گناهکار نمیشه. ها بفرمایید. همه یک خواهر چهور با من التماس کردن که همین سوال به شما دیم. همین حاضر در تاجیکستان لباس های برده میتین چهور و
فارمه هر خیلی میدوزن اما آدمی چه گناهکار میشه. خواهرم لباس از لباس فرق میکند. بعضی لباس ها هست که خاصی گناه هست، مثلا یوبکه های کوتاه، کرته هایی که از حد آستینش خیلی میده است و پیشش وسیع هست، نیم اوریان و نیم پوش. ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، الله میگه در گناه به کسی کمک نکنید. وقتی یقین میدونید که این کرته فقط لباس گناه هست، دختنش ممکن نیست. اما کرته هایی هست که اینقدر مثلا کوتاه هم نیست. بعضی زن های حجاب دار هم در خانه میپوشند. بعضی کرته ازاری تاجیکی که مثلا کشاد و وسیع است انشالله بوکه ندارد. اما بعضی کرته هایی هست که میگه که این کرته رو فقط فاسقا میپوشد، یعنی زن های گناهگار میپوشد، آنها هم به کوچه، دیگر کسی این رو نمیپوشد. خودتون این رو میدونه، در این وقت نباید دوزم. خواهر آمینه بفرمایند. آمینه و تاجیکی نویسته بفرمایید. سعیده شما بفرمایید. خواهرایی که نامتان رو گرفتم و جواب ندادید، بعد از این به سوال جواب همراه نشوید که تو که به دیگه خواهرها ضرر نرسانید. ها خواهر سعیده بفرمایید. سلام علیکم استاد جان. علیکم السلام رحمت. استاد جان من سوال دادن که شما را سوال بودن، من پیامبر میگن که قوای 40 مرده که پهلوان داشته میرستن. آره درست است، حدیث است. وقتی که حدیث در بخاری است خطا نکنم، وقتی که بعضی روزها میشد که پیامبر میتوانستن به نزد همه همسرانشان داخل شوند، میپرسن میگن شنیده بودیم که به او قوت 40 اسب رو داده شده است یا از آن کمتر، یعنی قوتشون مثل قوت مردهای عادی نبود. همین حدیث رقمش گفته میتونه؟ نه رقمش گفته نمیتوانم حاضر، لیکن حدیث هست. انشاءالله اگر بعد از درس اجازت باشد من میبینم و میپرتایم، میفرستم انشاءالله، لیکن حدیث هست. عبدالرحمن بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. استاد امی سوالم امی بود که یک زن از خانه شوهرش همیشه به خانه مادرش میوید، شوهرش هم دیگه سراغش نمیکنه، این زن هم دیگه برگشته نمیره، ایوان 3 سال 4 سال میگذره، با این زن قطعی یک مرد دیگه نکاح میکنه، طلاق شه او شوهر اولش نگرفته، همین مسئله چی میشه؟ باطل است نکاحش. طلاق نگرفته شوهر کردگیش و نکاح نیست و زنا هست، از او جدا میشود، از این مرد شوهر کردهش جدا میشود، از آن شوهر پیشترش طلاق میگیرد، عده انتظار میشود، بعدا خواهد باز با نکاح دیگر به این شوهر میکند. جزاک الله خیرا. یعنی استاد جان که تو و مرد طلاق شناته دیگه 10 سال که شوهر کرده نمیتونه، خواهرم نمیتواند و الان میشود که یعنی یک نفر اگر مثلا نامش به گم شدن برآمد که آن انسان تماما گم شد و رفت، عموما نیست، از قاضی طلاق زن را باید دهد، اما قاضی شرعی باشد. ولی الان از طریق تلفن و اینترنت هر کس را پیدا کرده می شود، برای همین به 10 سال نمی رود، میابند مجبورش میکنن که طلاق دهد. محمد بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. همین روزی 10 دکتر بچه ها که 10 سال مای دست دادم مشین زدش داره، همین یکون درجه شهید میبرد. خواهرم کودک، این لله و این الیه راجعون، خداوند برایتان صبر دهد. محمد شاید روز قیامت شما فخر کنید که فرزندی من مرا به جنت میبرد یا فرزندی من مرا شفاعت میکند. گویان کودک وقتی که میمیرد به او درجه شهید حتی لازم نیست. چرا؟ چون وی عذاب قبر ندارد، وی سوال جواب قبر ندارد. کودکان راست در نعمت هستند و این کودک است که در حدیث آمده است که حتی کودکی که تولد شده میمیرد مادرش را کشغله کنان پدر و مادرش را به جنت میبرد، یعنی او شفاعتگری پدر و مادرش میشود انشاءالله و هیچ عذابی برای او نیست که شما بگوید او درجه شهید میگیرد یا نه، برای اینکه شهید بودن حتی برای او دیگر لازم نیست، او از شهیدم بالا هست، او درجهش از شهیدم بالا است. تو چندی که میستم خودم رو تسلی دادن نمیتونم، خودم رو گناهکار اسم میکنم، چون که من گفت که بیا مکتب برقتیم امروز، گفتم تراومن تنبالی کردم، گفتم بعدتر من میرم هم خیلی شید. بعد همین روزای پیشینش دیادم روز بر روز هم خیلی بعد
یگان سخنی بعد نمیگم که بعد خیلی گریم یا خیلی گناهکار میشویم به همین چیز. برای گریه کردن شما گناهکار نمیشوید و قلب مادری است، احساسات مادری است. من مادر خودم هم چند ماه پیش فرزند خودش رو از دست داده است، اگرچه 45 ساله بود. یعنی هر روز چند بار گریه میکند. فرزند را از دست دادن و گریه کردن این احساسات عادی مادری است. برای پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن برای این دو، یعنی قطره های چشم یا آبی چشم، انسان گناهکار نمی شود. برای اون چیزی که با زبان میگویی ای لعنت بر من، ای کاش این نبود و آن نبود، با اون گناهکار می شود. بعدن خواهرم، یعنی مرگ چیزی هست که شاید اگر در بیرون ماشین نمیزد در خانه یکی افتیده میمرد. مرگ را خودتان را به این گناهکار نکنید. این در این وقت الکی یک ناراضگی به تقدیر است که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای من اگر این نمیشد آن نمیشد اگر گفتن را من کردن. اینجا بگوید این لله و این الیه راجعون. خدایا خودت دادی، وقتی تو دادی میگوی من میگیرم، ما هیچ کار کرده نمیتوانیم. برای همین است که این کلمه یعنی این لله و این الیه راجعون ما همه از طرف الله هستیم و باز به طرف الله برمیگردیم. ما خود را نساختیم یا شما فرزند را خود به خود نآوردید. این الله بود که به شما داد و آیا هدیه که یک روز داد میگوید که من آن را میگیرم، آن را هم برای ابدی نمیگیرم، میگیرم پس از مدتی باز با تو میشود. یعنی بعضی فرزندها هستند که پس از بزرگ شدن جایشان دوزخ است و فرزند نوساله هستند. بعضی کودک‌ها هستند که در خردی میمیرند و آنها در قیامت همراه مادر در جنت هستند. شاید یک مهربانی پروردگار برای شما بود. خیلی گفتم شاید بعضی مادرها در قیامت بگویند که کاش همین فرزند من در خردی میمرد و به این عذاب گرفتار نمیشد. یعنی و این چیز دل خود را خیلی خیلی فراه و با امید نگه دارید که شما فرزند خود را میبینید با همین و نیست و نابود شده نرفت. اون انتظار شما هست و یقین بدانید قسم به پروردگار محمد صلی الله علیه و سلم جای کودک شما بهتر است از این دنیای ما. حیات کودک شما الان بهتر است از این حیاتی که من و شما میبینیم. دختر پیامبر فاطمه 4 کودک داشتن، 4 کودک میده. وقتی پیامبر میگن که پس از من یکم تو میروی، خنده میکنند، خوشحالی که دیده نمیشد. چرا؟ میدونستن که آن دنیا بهتر از این دنیا هست. یعنی به این یقین کنید و در نعمت است. اصلا به شما شیطان وسوسه نکند که انا فرزندت رفت زیر خاک شد، این تو بودی سببگار. اینها همه دروازه های شیطان است. برعکس هر وقتی که سخته می آید فاستعینوا بالصبر و الصلاة، به نماز افتید بگید خدایا خودت دادی و خودت گرفتی، به من هم صبر ده تا که من در این لحظه های مصیبت یکی تو را فراموش نکنم، یکی ناشکری نکنم. امین یک چیز دارم، چیز پرسیدنی بودم معلومه جان. امین حقیقت کردگیش نبودیم. امین نیت داشتیم که بابا یک بکنیم شرایط نبود. بعد وقتی که گذشته شد روزی دیگه بود یا سیم 2 تا گوسفند با نیت حقیقت کردیم، خیلی قبول میشه؟ با که ندارد حقیقت با که ندارد اکنون دیرتر کرده باشد. هم اصلا برای کودک مرده شرط نیست حقیقت کردن، ولی به هر حال کرده باشد خوب است انشاءالله. چون کودک یعنی کلان نشده مرده به عقیقه هم نیاز ندارد. اصلا گفته استادم که مقامی و انشاءالله از شهیدم بالاتر است. من سر منزلش من عزیزم من سر منزلش میتونم رفته یا 2-3 بار رفتم و اینجا گیجه نولا نمیکنم، فقط همین خیلی یاد کرده میرم. ممکنه خواهرم سر قبر رفتن برای زن به شرط جاییست که شما دانید که یعنی قبر مقصد از رفتن چه است. مقصد از به قبرستان رفتن یکم دعا کردن برای میت است که الحمدلله کودک شما یعنی از یک طرف نیاز به دعا ندارد و اهل جنت است برای اینکه به بلاغت نرسیده مرد. دوم برای یاد آخرت، برای یاد آخرت. یکی رفته دو مثلا کاش منم اینجا میمردم، من هم همینجا گور میشدم و سوختنتون زیاد شد، ناامیدیتون زیاد شد، نروید. اما گفتید نه، برعکس آرامش میابم، یقین میکنم که جای من هم همینجا هست، من هم همینجا میایم، یعنی از دنیا دلم کنده می شود. در اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند پیشتر من شما را از زیارت قبر نهی کرده بودم، الان میگویم بروید، زیارت قبر شما را زیادتر به یاد مرگ و آخرت می اندازد. یعنی با رفتنتون پند بگیرید و درس باشد بروید، اما با رفتنتون سوختنتون زیاد و باز به یادتون بیاید و دیگر خود را چیکار کرده نتوانید، در این وقت بهترش نروید. قرآن همین
نوارها و صورتهایش که در تلفن ها هستن همینو بامون بستن اگر هیچی ندارد، هیچی ندارد. فقط گفته استادم که یک دروازه شیطان نشود که هر باره که نوار یا صورت را میبینید شما ناامید شوید یا قطش یک گپ زنید و از این چیزها باشد. عادی اگر باشد باکی ندارد. گفتید که مثال با دعا نیاز نداره، لیکن همین بچه که من سوره های الحمد، آیت الکرسی، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس هر شب پیش از خواب میخوان. خوب است اینها. وای به ثوابش به شما است خواهرم، ثواب آنها همش به شما است. اگر من همین رو خونم و بگم که در نامه اعمال بچه‌ام بنویسم، من یکم کاری گناه میکنم. خواهرم گناه نمیکنید، لیکن این چیز گفته استادم که نامه اعمال فرزند شما در جنت است. او نیاز ندارد به یعنی یک ثوابی که رفته رسد. تماما نگاه کنید. از یک جهت خواهران عزیز کودک رو از دست دادن خیلی وزمین، از جهت دیگر کودکانی که به بلاغت نرسیده میمیرن درجهشون خیلی بالا است. یعنی او در قیامت به او نمیگویند نامه اعمال در کجا، او راست در جنت می شود. و حتی حدیث است که انشاءالله پدر و مادرش از اهل نماز باشد پدر و مادر خود رو هم میبرد. بعد همین سوره کهف میخونم وقتی که من میگه کم استعیذ بالله و اما الغلام فکان ابواه مؤمنین فخشینا ان یرهقهما طغیانا و کفرا. همین را که میخونم میگم همون تقدیر همون بچه ها و بیشتی میشه و یا که مثال وقتی که به بلاغت نرسیده و به بلاغت نرسیده بود و به بلاغت نرسیده بود، به بلاغت نرسیده بود. کودکی به بلاغت نرسیده داخل دوزخ نمی شود. پدر و مادرش هم باز مؤمن بودند. بعد یک حدیث را خیلی در گوشم رسیده بود که وقتی حضرت عایشه رضی الله عنها با پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی یک کودکی مایدچه میگذره و میگه خوش به حالش، این یک پرنده بهشت است، همین خیلی به همین معنا. بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم تصدیق نمیکند و میگه الله تعالی میدوند که آینده چی میشه. آره، چون که کودک است آخر و نمرده است که کودک زنده رو نمیدونیم که آینده این چی میشده باشد. اما این حدیثی که گفتید من خودم خوندگی نیستم، لیکن برای یک کودک این پرنده بهشت است، این بزرگ شده چی میشود این رو فقط الله میداند. وقتی میگذرد گذشتنش نمیدونم. درباره گذشتنش و حدیثی که گفته در حقیقت من نمیدونم، لیکن درباره کودکان مشرک وقتی که گپ می رود که کودکان مسلمان یقین است که آنها اهل جنت هستند، اما کودکان مشرک و کافر جنتی میشوند یا نه؟ انا اینجا میگن که الله خودش میداند که آنها چی میشدن، یعنی بزرگ شدن جنتی میشدن یا نه. برای این بعضی علما میگن که آنها در جنت هم، بعضیا میگن خداوند به علمش نگاه کرده آنها رو جای میدهد. من دعا میکنم که بچه جان ما الله تعالی در خوابم نشون دیم، بعضا از جانب شیطان باشد که خوابای بیزیبش ببینم. پس آره خواب هر چی خواب بیزیب است و از جانب شیطان است. فقط یگان خواب بیزیب از طرف پروردگار نمیشود. و خواهرم گفته استادم با زیاد دعا و نماز و سجده خداوند برایتان انشاءالله صبر میدهد. الله برایتان صبر دهد و برای تمام خواهر و برادرانی که کودکان خود را، جگربند خود را در کودکی از دست دادند. خواهر اصلی بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد جان، آدمی که بیمار است تماما به او روزه یعنی ضرر دارد، فدیه روزه در اسلام در مدت یک ماه یعنی باید چقدر داده شود؟ برای هر یک روز تقریبا 1.5 کیلو میدهند. نیم سال 1.5 کیلو حساب می شود. اگر خام دهند 1.5 کیلو ارد میدهند برای هر یک روزش. 3 تا 1.5 کیلو چند می شود؟ 40 کیلو می شود تقریبا. 45 کیلو ارد رو به یگان خم بغل میدهند. همین اگر پخته دهند خیر خوراک میپزند و به 30 نفر تقسیم میکنن یا یک با یک عائله کلان برده میدهند خوراکی 30 روزه رو. در این شهرهای روسیه میگم که وای در کدام مثلا اوبلاستایی که زندگی میکنین به همون اگر اوبلاستی بوی باشد به همونش نگاه کرده یعنی پول بسیار میدید. آره خواهرم به پول رابطه ندارد خواهر جان، اون به کیلوی ارد یا برنج یعنی هر قوتی بلد میگوین همون آذوقه همون شهر رابطه دارد. شما مثلا نرخ ارد رو ببینید چقدر است، همون ارد رو خرید برده دهید چون و پول نمیدید شما
شما خوراکه میدید، پول خودش رو نمیدید. ما به تاجیکستان به یتیما رو میکنیم، پول رو میکنیم، یعنی اینجا میکنیم. شما پول رو کنید به یگان کس بگوید که همین پول رو گیرو خوراک خریده برده ده، از شبهه میبرید کاملا. عبدالله بفرمایید. اگر به این چیزا راستی اگر چی کنم گناه کار نمیشم من، یعنی اینو گفتن که پول بسیار باید خواهران فرق نمیکند. نه حاضر شما سوال رو دادید، من جواب دادم و خواهران از یکی از مشکلی کلان است که جواب دهیم باز سوال رو تکرار کنید. عبدالله سوالشون بدهن یک چیز رو تکرار نکنید، خواهران جواب رو بگیریم تا چون به حق دیگه خواهران ظلم نشود. تکرار به تکرار یک چیز رو پرسیدن. علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. داره سوالم همین که در ماه شریف، در ماه رمضان سبحان الله چیه؟ همین روز یک نوار فرستادن که در اونجا میگه که همین شب جمعه فردا، یعنی که مخصوص نماز 12 رکعته هست و در اونجا یک دوستم میگه که سبحان الله ماه رجب میگه در همین ماه‌های مسلمانی که وجود ندارد. همین درست است؟ ما ماه رجب داریم. امروز حاضر در ماه رجب هستیم خواهران. امروز چند؟ پنجم رجب است. پنجم ماه رجب است و از اشهر الحرم حساب می شود. نماز و روزه نافله ثواب دارد، اما 12 رکعته یگان نماز نیست در این ماه، یعنی یگان دلیل آمدگی نیست. لیکن خود رجب در حقیقت از ماه‌های هست که در نزد پروردگار این عدت شهور عند الله 12 شهر، یکیش از همان منها 4 حرم در دوام آیات می آید، از همون 4 ماهی احترام خاصی خود را داشته، یکیش همین ماه رجب است که الان در آن هستیم. اما 12 رکعت نماز مخصوص شب جمعه یا پنجشنبه ندارد این گونه. جزاک الله خیر. و یکم حلیمه خواهر شما بفرمایید. ما باشم استاد هم بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. استاد جان نازنین ان شاء الله خدا تعالی خواهر که فرزندشون گذاشته صبر جمیلشون تیا ان شاء الله. استاد جان همین جای کار در این نمازهای پیشینه سنتاش بسیار سراسیمه میخونم یا که فرض میخونم اومده در خونه سنت میخونم، چی میشه همین نماز؟ انشاءالله گناهگار نمیشوید. سنت رو به خاطر جای کار خوب نبودن اگر دیرتر کردید یا سراسیمه خواندید، سنت رو شتاب خواندید، گناهگار نمیشوید. مهم در فرض ثابت باشید، یعنی فرض رو شتاب نخوانید به خاطر. اما در غیر ضرورت یا در وقتی که شما شرایطتون هست سنت رو ترک کردید، کار بی‌زیب است، مذمت شده است. اما به خاطر کار باشد انشاءالله باکی ندارد. درجه نماز سنت مانند درجه فرض نیست و پیامبر صلی الله علیه و سلم به سبب وفدی که یا گروهی که می آید سنت پیشین را نمی خوانند، لیکن بعد از عصر می خوانند. امینه باید قاری هم جا گفتن که وقتی که در وقتش سنت هم نخوندی اومدی نخوند ترک می شود. پیامبر خواندگی هستند، حدیث در صحیح هست، پیامبر خواندگی هستند. خواهر و یکم شاهانه بفرمایند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد جان علیکم السلام و رحمت. سوال داشتم. همین یک چند روز پیش همین تا حالی که من خودم نقص نمیکنم بعد از همین حادثه‌هایی که یا ویدیوهایی که مثلا همین کودکای کشتار کردن یا ویدیوی ترس‌آور گویم، بعد از همین دیدم من راستی کمی ترسانچک شدگی هستم. گویم میشه بخصوص در شب انا سوره های میخونم، قرآن میخونم، بنابر همینم ترس دارم. باید چیکار کنم استاد جان؟ سوره ها رو دوام دادین یک مدت میگذرد انشاءالله. بعضا یک چیزی دهشتناک رو میبینید، طبیعت همین گونه است. چند وقت از پیش نظرتون نمیرود، بعداً گم شده میرود. یگان کسی نزدیکتون از دنیا رود هم بعضیا همین خیلی میشن، یک حالتی وهم قرار میگیرد. برای همین اگر خودتون رو این گونه شناسید، این گونه نوارها رو نبینید، یعنی این گونه دلی ضعیف داشته باشید برای دیدن. ولیکن یک مدتی کوتاه میگذرد، در سوره و در نماز و در ذکر پابند باشید، انشاءالله از بین میرود. و یکم الله نگهبانتون.